ما در این ویدیو قصد داریم بهترین 5 بازی برای کودکان در کنسول PS5 را بررسی کنیم. ما به قابلیت بازی، نظرات کاربران و ویژگی‌های برجسته این بازی می‌پردازیم. تمام این بازی‌ها رو میتونید به صورت دیسک یا اکانت در سایت ما با آدرس glorima.com خریداری کنید. Members of the Resistance. It's okay. Just me. انتخاب اول ما بازی راچل کلنه. بازی راچل کلن واقعا یک بازی شگفت انگیزه. بازیکن‌ها و منتقدا خیلی دوستش دارن و تحسینش میکنن. این بازی یه ماجراجویی پر از اکشنه و قابلیت‌هاش فوق‌العاده است. این بازی کاملا توانایی PS5 رو به نمایش میذاره و به رخ میکشه. گرافیک سوپر حرفه‌ای، تجربه‌ای واقعا باحال رو برای همه گروه‌های سنی به ارمغان میاره. داستان جذاب، کاراکترهای دوست داشتنی باعث شده که خیلی سریعا مورد پسند همه بچه‌ها قرار بگیره. والدین باید آروم باشن چون محتوای مناسب خانواده ارائه شده که بدون نگرانی میتونن ساعت‌ها سرگرمی رو برای بچه‌هاشون فراهم کنن. راچل کلن توانسته تعادل عالی بین قابلیت بازی، گرافیک، داستان ایجاد کنه و به راحتی میشه گفت یه بازی ضروری برای همه کنسول‌های PS5 هست. It's a miracle I'm even sitting here now. I got a second chance. And I'm gonna take advantage of that. But I need you with me, Pete. You're gonna heal the world. پیشنهاد برتر ما بازی خیلی مورد انتظار اسپایدرمن 2 هست. ادامه بستری با حال اسپایدرمن که خیلی محبوب شده روی کنسول PS5. این بازی به بازیکن‌ها اجازه میده وارد نقش قهرمان محبوب خودشون بشن، یعنی اسپایدرمن یه بازی اکشن، سریع، گرافیک خیره کننده که باعث میشه بچه‌ها عاشقش بشن و این بازی رو در حد مرگ دوست داشته باشن. چیزی که نظرات مثبت کاربران رو برجسته میکنه معرفی دشمنان جدید، تحول مستر داستان اسپایدرمن رو تحسین میکنن. اسپایدرمن داره شکل میگیره تا یک موفقیت بزرگ رو کسب کنه. بچه‌ها فرصت میده تا زندگی یک ابرقهرمان رو در خیابون‌های پر رونق شهر نیویورک تجربه کنن و خودشون رو به چالش بکشن و تبدیل به یک قهرمان واقعی بشن. Of all the creatures in the Imagisphere, none are as rare or wonderific as saplings. And the rarest of them all, the bravest, the boldest, is the one they call... Sackboy. انتخاب سوم ما بازی سکبوی هست. این بازی تعادل عالی بین کیفیت و قیمت مناسب رو به ارمغان میاره. شخصیت دوست داشتنی سکبوی یک ماجراجویی سه‌بعدی در کنسول PS5 که قابلیت بازی بی‌نظیری هم داره رو برای شما به ارمغان میاره. نظرات کاربران درباره این بازی خیلی خوبه. خیلی‌ها نوآوری و لذت بازی با دوستان و خانواده رو تحسین میکنن. این بازی فقط یک ماجراجویی تک نفره نیست، بلکه تجربه چند نفره بی‌نظیر که اونو برای جلسات بازی گروهی خانوادگی بسیار مناسب میکنه به شما پیشنهاد میده. بحث در مورد قیمت سکبوی در دسته میانی قرار میگیره که برای کسایی که دنبال تجربه بازی با کیفیت مناسب هستن ولی نمیخوان خیلی هزینه کنن عالیه. با قابلیت بازی دلچسب، دنیایی پر از شگفتی ها برای کاوش. این بازی برای بچه‌هایی که دوست دارن به ماجراجویی‌های بزرگ بپردازن کاملا مناسبه و میتونه یک بازی بی‌نظیر و رویایی رو برای شما به ارمغان بیاره. میتونید در این بازی بسیار بسیار بخندید و با هم محیط‌های بسیار شادی رو در خانواده تجربه کنید.
انتخاب چهارم ما بازی کراش CTR یا کراش ماشینی هست. این بازی هم در دسته بازی‌های 4 نفره قرار میگیره. جدای از بخش داستانی بی‌نظیری که به صورت تک نفره میتونید اجرا کنید، میتونید وارد بازی‌های 4 نفره بشید و محول خانواده رو بسیار شاد و سرگرم کنید. بازی بخش آنلاین بسیار جذاب و دوست داشتنی داره که میتونید با خریداری پلاس اون رو فعال کنید. بازی کراش بازی بسیار محبوبی هست که سالهای سال از کنسول‌های متفاوت به کنسول PS5 رسیده و تجربه بی‌نظیری رو برای شما به ارمغان میاره. آخرین انتخاب ما مهمترین انتخاب ماست، لگو استار وارز. این بازی ترکیب از دو جهان لگو و استار وارز هست که باعث میشه تجربه سرگرم کننده و جذاب داشته باشه. قابلیت بازی در این بازی بسیار عالیه و سطح بالایی رو برخورداره. این بازی پر از چالش، داستانی حماسی و پر از قسمت‌های مختلف از فیلم استار وارز رو پوشش میده. بچه‌ها خیلی خوبه. همه بازیکنان این بازی رو خیلی دوست دارن. از طنز بازی و کهکشان بزرگ این بازی لذت میبرن. لگو استار وارز یک انتخاب خیلی خوب برای بچه‌هایی که عاشق سری استار وارز هستن و میتونه اونها رو ساعت‌ها سرگرم کنه. تلفیق خلاقیت لگو و کهکشان وسیع استار وارز این بازی رو برای بچه‌ها ویژه کرده. میتونن توش بچرخن و بسیار کاوش کنن. اینها همه پر از قابلیت‌هایی که تنها بازی لگو استار وارز به بچه‌ها میده. بازی کنید و لذت ببرید. من سپر هستم از سایت گلوریما. اگر از این ویدیو خوشتون اومده همین الان لایک کنید، نظرتون رو برای ما به اشتراک بگذارید و کانال ما رو سابسکرایب کنید تا از اطلاعات دنیای گیم با خبر شید.